به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی بسیار زیبا و بسیار حجیم شروع میکنیم. این کتاب 1000 صفحه داره و کتاب خیلی جالب و شیرینی هستش. کتاب 12000 مثل فارسی و 30000 معادل آنها. تألیف دکتر ابراهیم شکورزاده بلوری، استاد دانشگاه فردوسی مشهد هستش و در سال 1380 اولین چاپ اون بوده که توسط انتشارات آستان قدس رضوی چاپ شده. این کتاب رو آقای دکتر تقدیم به جوانان ادب دوست و پژوهندگان و دوستداران فرهنگ ایران زمین کردند. ابتدا مقدمه نسبتاً طولانی هستش. این مقدمه رو برای شما میخونم و بعد میریم سراغ چند مثل و معادل اونها. با من همراه باشید. امثال و تعبیرات و اصطلاحات رایج در میان هر قوم و ملت یکی از ارکان مهم زبان و ادب آن قوم و نموداری از ذوق و قریحه و صفات روحی و اخلاقی و افکار و تصورات و رسوم و عادات آن ملت است. این امثال در طی هزاران سال در میان اقوام مختلف جهان شکفته و نثر یافته و در هر کشور بر حسب اختصاصات قومی و فرهنگی و آداب و سنن و مذهب و حتی وضع جغرافیایی و سیاسی آن کشور ویژگی‌های خاصی پیدا کرده است. اغلب امثال در لباس استعاره یا کنایه و یا در قالب کلامی موزون و دلنشین بیان شده است و حاوی اندیشه‌ای عمیق و سودمند و یا انتقادی شدید و طنزآمیز از رفتار و گفتار آدمیان و نابسامانی‌های اخلاقی و وضع غلط جامعه میباشند. این امثال را در روزگاران گذشته مردمانی با ذوق و حساس و شوخ‌طبع و نکته‌سنج و علاقه‌مند به تربیت و هدایت خلق ساختند. مردمی که به سبب عشق و حقیقت و راستی از رواج ریاکاری یا فساد اخلاقی در جامعه سخت متأثر شده و برای فرونشاندن خشم خود و ابراز نفرت نسبت به برخی نابسامانی‌ها یا نجات گمراهان و ستمدیدگان و بیداری و تنبیه هم نوعان یا تنبیه هم نوعان آنچه در دل داشتند در قالب عباراتی کوتاه و پرمعنی به نام مثل آوردند و از طریق هزل و شوخی یا انتقاد و طعن و تمسخر سعی کردند که ما را در راه زندگی بیدار و هوشیار کنند و به ما بیاموزند که وظیفه ما در اجتماع چیست، چگونه باید ناملایمات و دشواری‌ها را تحمل کنیم و در رویارویی با ناکسان و فرومایگان و ابلهان چه روشی در پیش گیریم، چگونه از اعمال زشت بپرهیزیم، چسان به صفات نیکو یا چسان به صفات نیکو بگرویم و در کجا جانب احتیاط را رعایت کنیم و چه کنیم که به دام نیفتیم و در کجا باید روشی معقول و مقبول در پیش گیریم تا پشیمان و سرافکنده نشویم. زیان صفات زشت و کردار ناپسند چیست و راه عافیت و سلامت کدام است؟ این سخنان کوتاه و سودمند و دلنشین که هر کدام از آنها اندیشه‌ای ژرف و لطیف یا پندی نغز و ظریف در بر دارد، به سبب سادگی و روانی و عمق اندیشه در طی روزگاران مقبولیت یافته و سرانجام در زبان خاص و عام جاری و ساری گشته و نام مثل به خود گرفته است. استفاده از مثل در گفتار و نوشتار کلام گوینده یا نویسنده را آرایش می‌دهد و از خشکی و جمود بیرون می‌آورد. به عبارت دیگر، مثل در حکم نمک و تزیین سخن آدمی است و چون از کلام معمولی بیشتر به دل می‌نشیند، نه تنها مردم عامی بلکه گویندگان و نویسندگان بزرگ نیز در بسیاری از موارد
برای تقویت نیروی استدلال و افزایش تأثیر انفعالی سخن خویش به امثال مختلف استشهاد می‌کنند. بدین طریق کلام آنها کمال و جمال بیشتری پیدا می‌کند و تأثیر و جذبه‌اش افزون می‌شود و در حقیقت امثال سایر در هر زبان نمک و چاشنی آن زبان است و به مصداق سخن سنایی شاعر قرن 5 و 6 هجری بی نمک هیچ دیگ جوش نیاید. شاعران و نویسندگان بزرگ نیز گاهی برای بیان مقصود و تفهیم بیشتر سخن خویش به امثال توسل جستند و عباراتی زیبا و دلنشین آورده و یا ابیات نغز و لطیفی به رشته نظم کشیدند. سعدی در نکوهش جهالت و فضل فروشی و خودنمایی نادانان از مثل عامیانه پالان ترم خر را عوض نمی کند بهره جسته و بیت زیر را سروده است. نه منعم به مال از کسی بهتر است، خر ار جل اطلس بفروشد خر است. بوستان باب 4. نظامی سخنسرای بزرگ در بیان اکرام و محبت به اشخاص نادان و بیهنر و یا دعوت از مردم رنجبر و زحمتکش در مجالس سور و سرور به ظاهر از مثل خر را که به عروسی میبرند برای خوشی نیست برای آبکشی است استفاده نموده و این بیت نغز را سروده است. خران را کسی در عروسی نخواند مگر وقت آن که آب و هیزم نماند. نظامی. استفاده از امثال رایج به عنوان چاشنی سخن و زیبایی کلام و استحکام بخشیدن به نیروی استدلال در نزد نویسندگان و گویندگان ادب فارسی خاصه در شعر در تمام ادوار ادبی ایران رایج بوده و در محاورات عادی نیز همواره به کار می رفته است. در هر صورت امثال سایره یکی از شاخه‌های بسیار مهم و ارزنده ادبیات و سند معتبر و بیچون و چرایی از ادب و فرهنگ روزگار گذشته سرزمین ماست و مطالعه و تحقیق درباره آنها کاری مفید و ارزشمند است و گذشته از فواید ادبی می‌تواند برای شناخت افکار و عقاید و شیوه تفکر و اخلاق و صفات و روحیات و حکمت عامیانه پیشینیان ما سودمند باشد. لذا سزاوار است کوشش و دقت و حوصله خاصی برای گردآوری این گوهرهای گرانبها که بخش مهمی از میراث فرهنگی ما را تشکیل می‌دهد مبذول شود تا این سرمایه‌های گرانمایه و بی‌نظیر از خطر نابودی و زوال در امان بمانند. گردآوری امثال فارسی نخستین بار در سال 1051 هجری قمری توسط ادیبی به نام میرزا محمد حبله رودی یا حبل رودی صورت گرفته و کار او تحت عنوان جامع التمثیل انتشار یافته است. ادیب مذکور که در دوران سلطنت سلطان عبدالله قطب‌شاه در حیدرآباد دکن یا هندوستان میزیسته در کتاب خود قریب 1100 مثل را جمع‌آوری کرده و اکثر آنها را در حکایاتی شیرین و لطیف گنجانیده تا به قول خودش عالم برای استفاده مطالعه کند و جاهل برای هزل و افسانه بخواند. یعنی هر خواننده بنا به ذوق خود به نحوی از آن تمتع یابد. این کتاب از همان آغاز تألیف مورد مراجعه محققان و نویسندگان گوناگون بوده و در تحقیقات ادبی و فولکلوریک برای تدوین فرهنگ‌ها مورد بهره برداری واقع شده است. چندی بعد از تألیف جامع التمثیل ادیب دیگری که برخی نام او را محمد صادق صادقی اصفهانی و برخی دیگر حاج میرزا علی اکبر خان قائم مقامی دانستند به تألیف دانشنامه بزرگی به نام شاهد دست زده و در فصل 80 کتاب خود
بخشی را به امثال فارسی اختصاص داده و در آن 560 مثل فارسی را ذکر کرده است. به هر حال پس از تألیف جامع التمثیل مدت 3 قرن ظاهراً هیچ گونه تألیف مبهم و مستقل دیگری در زمینه امثال فارسی صورت نگرفته و چنین پیداست که ارباب فضل و کمال با آنکه در طول این مدت به طور جدی به شعر و ادب و فرهنگ نویسی پرداختند، این بخش مهم از ادبیات فارسی توجه و عنایتی نداشته و اصولاً ارجح منزلتی برای امثال سایره قائل نبودند و بدین جهت در گردآوری آنها بی‌اعتنایی و غفلت روا داشتند. این بی‌اعتنایی به امثال و حکم همچنان ادامه داشته تا آنکه در سال 1339 هجری قمری مجموعه کوچکی تحت عنوان 1001 سخن در امثال و نصایح و حکم فارسی تألیف امیر قلی امینی در برلن به چاپ رسیده و چنانکه مؤلف در مقدمه کتاب خود نوشته، وی با زحمات بسیار و صرف 1 سال وقت در جمع و تلفیق 1001 مثل موفق آمده است. اما نخستین فرهنگ جامع و بزرگ در زمینه امثال فارسی در سال 1310 شمسی تحت عنوان امثال و حکم توسط ادیب و دانشمند بزرگ معاصر علی اکبر دهخدا تألیف شده که باید آن را کاملترین و معتبرترین فرهنگ در زمینه امثال و حکم فارسی دانست. این کتاب پس از انتشار نظر ادبا و محققان را به خود جمع نموده و عده‌ای از فضلا و دانشمندان را واداشت که به ضبط و ثبت امثال بپردازند و دست به تألیف و تدوین فرهنگ‌های گوناگونی درباره امثال فارسی و ریشه‌های تاریخی و اجتماعی و ادبی آنها بزنند. تعداد فرهنگ‌هایی که تاکنون محققان و دانشوران در این باب تألیف و منتشر کردند از 30 مورد متجاوز است و جا دارد که هنوز هم 10 کتاب دیگر در این زمینه تألیف گردد. اما تنها به گردآوری امثال نباید اکتفا کرد، بلکه لازم است درباره ریشه و مأخذ کلیه امثال و تاریخ پیدایش آنها هم تحقیق کامل صورت گیرد و اهمیت و تأثیر آنها در صنعت ارسال المثل و قلمرو ادب فارسی و تغییر و تبدیلی که احتمالاً در طی قرون گذشته یافتند نموده شود و فی المثل معلوم گردد که شاعران و نویسندگان آنها را به چه صورت در آثار خود به کار بردند، چه تغییر و تبدیلی به آنها دادند و با چه شیوه‌ای مورد استفاده قرار دادند. گذشته از این میتوان امثال سایره فارسی را با امثال سایر کشورهای جهان نیز مقایسه کرد و وجوه مشابهت و موارد اختلاف آنها را از حیث لفظ و معنی مورد مداقه قرار داد و مضامین مشترک و زمینه‌های افتراق آنها را معین و مشخص کرد و مثلا نشان داد که آن مثل در اصل متعلق به کدام کشور بوده و بعدها از چه طریقی به فرهنگ ملل دیگر سرایت کرده است. اما قبل از آنکه چنین مطالعه‌ای در مورد امثال فارسی صورت گیرد، بهتر است که فرهنگ جامع و کاملی حاوی کلیه امثال و حکم فارسی فراهم آید تا به عنوان وسیله و ابزار کار در دسترس فضلا و محققان قرار گیرد و کار تحقیق را در این زمینه بر آنها سهل و آسان سازد. نگارنده با توجه به چنین ضرورتی از سالها پیش همواره در این اندیشه بوده است که مجموعه کاملی از امثال متداول و رایج در زبان فارسی فراهم آورد و در آن بیشتر امثالی را بگنجاند که مردم در حیات روزانه خود در موارد گوناگون و مقاصد مختلف به کار میبرند و یا نویسندگان و گویندگان در مواقع حاجت بدانها توسل میجویند. فرهنگی که اینک در دسترس خوانندگان قرار دارد حاصل همان اندیشه است و با آنکه تدوین و تألیف آن سالها از عمر نگارنده را به خود اختصاص داده و تمام کوشش وی
مقصور بدان بوده است که در حد مقدور اثر کاملی فراهم آورد و با آنکه در چاپ حاضر بیش از 2000 مثل بر امثال پیشین افزوده است، یقین دارد که اثر وی باز هم خالی از نقص نیست و هنوز کاستی هایی دارد که امید است در چاپ های بعد آن نواقص برطرف گردد، چرا که امثال سایره فارسی چندان محدود نیست، بلکه در حکم دریایی بیکرانی است که دسترسی به همه آنها به یک باره حتی در طول یک عمر برای هیچ پژوهشگری میسر نیست. مؤلف در تدوین این فرهنگ نه تنها از کتبی که قبلا در زمینه امثال و ریشه و مأخذ آنها تألیف یافته بهره جسته است، بلکه آثار منظوم و منثور ادبی و افسانه‌ها و داستان‌های عامیانه را نیز یک بار دیگر مطالعه کرده و علاوه بر آن امثال و اصطلاحات و تعبیراتی را که ضمن معاشرت و نشست و برخاست با مردم عادی و عامی شنیده یادداشت و ضبط نموده و سعی کرده است که از حافظه خود نیز مدد جوید و آنچه را که در طی سالیان دراز شنیده و به ذهن سپرده است از خزانه فکر بیرون کشد و تا حد ممکن جامع ترین فرهنگ را در امثال فارسی فراهم آورد و به محضر ارباب فضل و دانش پیشکش نماید. اهمیت این فرهنگ بیشک در گرو کثرت تعداد امثال نیست، بلکه بیشتر در یافتن معادل‌های فراوان و ضبط آن معادل‌ها در ذیل هر مثل است. البته مؤلف اذعان دارد که یافتن یکی دو معادل برای هر مثل نزد اهل تحقیق و کسانی که کم و بیش به گردآوری امثال همت گماشتند کار دشواری نیست، لکن یافتن چند و چندین معادل مستلزم کاری مداوم و تحقیقی پیگیر و رنجی فراوان است و در برخی موارد حافظه قوی می‌خواهد و این کاری است که مؤلف با تمام دشواری‌ها بدان روی آورده و کوشیده است که در حد مقدور تمام معادل‌ها را بیابد و آنها را در ذیل هر مثل بیاورد تا هم خواننده بر معادل‌ها و مترادف‌های آن مثل دست یابد و هم معنی هر مثل از طریق معادل‌های متعدد و گوناگون برای وی روشن گردد و محتاج توضیح و شرح جداگانه نباشد. نکته دیگری که ذکر آن لازم به نظر می آید این است که مؤلف علاوه بر امثال عامیانه آنچه از سخنان بزرگان و اقوال شعرا و نویسندگان فارسی زبان و مفاهیم حکمت‌آمیز دینی که در ادب فارسی وجود داشته و صورت مثل به خود گرفته همه را در این کتاب نقل کرده است. نقل عبارات و مساری و ابیات مشهور در ذیل برخی امثال از آن جهت صورت گرفته که از لحاظ ادبی بتوان آنها را با هم مقایسه کرد و شیوه بیان و قدمت تاریخی سخن هر گوینده یا نویسنده را مورد توجه قرار داد و معلوم کرد که نخستین بار کدام نویسنده یا شاعر آن مثل را در اثر خود به کار برده است و یا از جهتی معین نمود که هر شاعر و نویسنده‌ای در مضمون یک مثل چه تصرفاتی کرده و چه تغییراتی در آن داده و در نتیجه از میان سخنسرایان و نویسندگان فارسی چه کسی توانسته است مضمون مثل را بهتر از دیگری بپروراند و بالاخره میتوان کشف کرد که گذرگاه یک مثل در طی قرون متمادی در ادب فارسی چه بوده و افکار و آراء شاعرانی که بدان مثل تمثل جسته‌اند تا چه حد با هم نزدیکی و مشابهت داشته است. فی‌المثل از توجه و دقت در مثل معروف نان را بیانداز توی دریا ماهی نمی‌داند اما خدا می‌داند و مقایسه آن با معادل‌هایی که در ذیل همین مثل داده شده است می‌توان دانست که تاکنون 7 تن از شعرا و نویسندگان فارسی برای ستایش نیکی و اقدام به کار خیر از مثل عامیانه مزبور سود جسته و هر یک به نوعی آن را در آثار و اشعار خود وارد کردند. هرگاه سخن این 7 شاعر و نویسنده را با هم مقایسه کنیم متوجه می‌شویم که اولا فخرالدین اسعد گرگانی نخستین گوینده است که مثل مذکور را در منظومه خویش به کار برده است.
ثانیاً سعدی مثل را بهتر از دیگران پرورانیده و سخن او از لحاظ شیوه بیان از کلام 6 تن دیگر متمایزتر و دلپذیرتر افتاده است. از سوی دیگر هرگاه باز هم به مطالعه و تحقیق خود ادامه دهیم و فی المثل برای یافتن اصل و ریشه مثل و قدمت آن بیشتر پژوهش کنیم، متوجه خواهیم شد که قدیمترین صورت این مثل در عهد عتیق یا تورات جزء امثال سلیمان به صورت زیر ضبط و نقل شده است. نان خود را به روی آبها بینداز، زیرا که بعد از روزهای بسیار آن را خواهی یافت. تورات جامعه سلیمان باب 11 صفحه 1. بنابراین می‌بینیم که قدمت این مثل به 3000 سال پیش، یعنی تقریباً 2000 سال پیش از فخرالدین اسعد گرگانی و 2250 سال قبل از سعدی باز می‌گردد. از این گذشته هرگاه صورت‌های مثل مزمور را به شکل عامیانه آن، یعنی نان را بینداز توی دریا، ماهی نمی‌داند اما خدا می‌داند، مقایسه و تطبیق کنیم، در میابیم که صورت عامیانه مثل در عین سادگی و ایجاز در میان 7 صورت دیگر از همه رساتر و دلنشین‌تر است. شگفتا که امثال عامیانه، یعنی امثالی که از زبان مردم بینام و نشان ولی با ذوق و شوخ طبعی و نکته‌بین تراوش کرده است، عموماً موزون‌تر و پرمعنی‌تر و در عین سادگی و کوتاهی روانتر و لطیفتر و پرمغزتر از آب درآمده است. در امثال عامیانه گذشته از لطافت بیان و جزالت سخن و عمق معنی، حالت و جذابیت شگفت‌انگیزی وجود دارد که سخت به دل می‌نشیند. کدام سخن لطیف و زیبا و عمیق می‌تواند با امثال عامیانه‌ای از نوع اگر پیراهنم دریده اصلم نپریده و خاله را می‌خواهند برای درز و دوزه، اگر نه چه خاله چه یوز، دنیا و دنیا را ببین چه فنده، کور به کچل میخنده، زقوم و مار قاشیه، بخور ببین چه آشیه و صدها مثل دیگر از همین دست برابری کند. مؤلف امیدوار است که جوانان فاضل و دانشمند و فرهنگ‌دوست و تازه نفس کشور بعدها به تدوین فرهنگ‌های کاملتری در این باب همت گمارند و نه تنها کلیه امثال رسمی فارسی را گردآوری کنند، بلکه آنچه را هم که در روستاها و در میان ایلات و عشایر رایج و متداول است بر آن بیفزایند و از این گوهرهای گرانبها که بخش مهمی از میراث ملی و قومی ما را تشکیل می‌دهد مجموعه ارزنده‌ای فراهم آورند و به محضر مشتاقان فرهنگ عامه و دوستداران ادب فارسی پیشکش کنند. ابراهیم شکورزاده بلوری. این مقدمه خیلی طولانی بود ولی لازم بود که بخونم. حالا به ترتیب حروف الفبای فارسی من برای شما 3 یا 4 مورد رو از مثل‌ها خواهم خوند. خب اول سراغ الف میریم یا آ. مثلا آب آبادانی می آورد. نظیر زنده از آب است، دایم هرچه هست که عطار نیشابوری اینو در شعراش آورده. یا آبادانی ظلم به یک باد بسته است. نظیر ریشه بیداد بر خاکستر است. ظلم ظالم و ماه تموز هیچ کدام پایدار نیست. خانه ظالم به آه مظلوم خراب است. یا مثلا رجوع شود ظالم پای دیوار خود را میکند. از آ خیلی گفته. یا مثلا آب بر کرت اول است. مثلا رجوع شود همان آش است و همان کاسه. یا مثلا آب داند که آبادانی کجاست. رجوع شود یعنی آب میداند که آبادانی کجاست. یا مثلا آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قطره تشنگی باید چشید که مال مولانا هستش. آب دست یزید افتاده است. نظیر روزی افتاده دست قوزی. یا مثلا آبرو آبجو نباید کرد. نظیر آبرو آبجو نیست. یا آبی که آبرو ببرد در گلو مریز. یا خون خود را گر بریزی بر زمین به که آب روی ریزی در کنار که ابوسیل که گرگانی اینو گفته.
یا مثلا از تشنگی بسوز و مریز آبروی خیش، اینو صاحب تبریزی گفته. یا مثلا در جستن نان آب رخ خیش مریز، که اینو سنایی گفته. یا مثلا آب ریخته جمع نمی شود، نظیر روغن ریخته جمع نمی شود. یا مثلا پول عاشقی به کیسه بر نمی گردد. یا مثلا آب کم جو تشنگی آور به دست، نظیر آب خوش بی تشنگی ناخوش بود، که ناصر خسرو استفاده کرده. یا مثلا آبگینه ز سنگ میزاید، لیک سنگ آبگینه میشکند، که خاقانی استفاده کرده. نظیرش مثلا کرم درخت از خود درخت است. آتش چنار از چنار است، آنچه بر ما میرسد آن هم ز ماست، که مولوی استفاده کرده. از ماست که بر ماست، شکایت از که کنم خانگیست غمازم، اینو حافظ استفاده کرده. گله از هیچ کس نباید کرد، کز تن ماست آنچه بر تن ماست، که مسعود سعد سلمان اینو استفاده کرده. یا مثلا آبی که می رود به رودخانه، خودی بخورد به ز بیگانه، که رجوع میشه به چراغی که به خانه رواست، به مسجد حرام است. آتش آوردن برون از سنگ کار آهن است، که صاحب تبریزی اینو استفاده کرده. یا مثلا آتش از آتش گل می کند، که مردمان از یاری با یکدیگر قوت گیرند، که رجوع میشه به اتحاد موجب قوت است. یا آتش دوست و دشمن نداند، که رجوع میشه آتش چو برافروخت بسوزد تر و خوش را. خب یا مثلا آخر گذر پوست به دباغخانه میافتد، نظیر رسن را گذر بر چنبر است. یا عاقبت میمون لولی را گذر بر چنبر است، از جامع التمثیل آورده شده. این گرو در دست گازر است. یا مثلا آدم باید جایی چیک چیک بکند که بلبل نباشد، رجوع شود به جاهلان را پیش دانا، جای استکبار نیست. آدم بی اولاد پادشاه بی غم است، آدم بی پول غالبا تنبورزن می شود. آدم بی حیا نه ننگ دارد نه وفا، که رجوع میشه آدم چش دریده ادب نگاه ندارد. خب خیلی خیلی زیاد از الف وجود داره. آدم فقیر آزمن همیشه نیازمند است، که رجوع میشه آدم حریص همیشه چیه؟ همیشه محروم هستش. یا آسمان کشتی ارباب هنر میشکند، که حافظ استفاده کرده، که رجوع میشه با اهل هنر جهان بکین است. آسمان گردی دارد دل فلان دردی دارد، آسودن امروز بن رنج فردا بین است، که قابوسنامه استفاده شده، در قابوسنامه استفاده شده. رجوع میشه که یعنی درخت کاهلی بارش گرسنگی است. آسوده بودم زمانه نگذاشت مرا، آسوده بود هر که کم آزار بود، که رجوع میشه یعنی می بخور عنبر بسوزان مردم آزاری مکن. خب ما چون خیلی از الف زیاده، یکی دو تا دیگه براتون میخونم و میریم سراغ حرف ب. آنچه دلم خواست نه آن شد، آنچه خدا خواست همان شد. رجوع میشه هرچه دلم خواست نه آن میشود. یا مثلا آنکه خورده دانش بیشتر درد میکند، یعنی رجوع میشه از نخورده بگیر بده به خورده، که خورده دانش درد میکند. آنکه داند درید او داند دوختن، که رجوع میشه یعنی میگه هر کسی خر را پشت بام برده خودش هم پایین میآورد. یا مثلا آن که را کردگار کرد عزیز، نتواند زمانه خوار کند، که شعر قاآنی هستش، که میشه رجوع میشه یعنی عزیز کرده خدا را نمیشود ذلیل کرد. خب ما میریم حالا سراغ حرف ب. با اهل هنر جهان بکین است، نظیر با هر که نشانی از هنر هست، با مهنت و رنج هم نشین است، که ابوالفرج رونی اینو گفته. یا زمانه دشمن اهل هنر بود، که ابن یمین استفاده کرده. یا آسمان کشتی ارباب هنر می شکند، که حافظ استفاده کرده. یا رجوع بشه به این که هنرمند به حسد بی هنران در معرض تلف افتد.
یا مثلا با دست بسته هیچ شناور شنا نکرد. صاحب تبریزی استفاده کرده که مقایسه میشه با این بیت: بی دست شناور نتوان رفت به پایاب. یا مثلا ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا، نظیر ز طوس تا به مدینه 1000 فرسنگ است. یا مثلا برای هر آدم برهنه هر پیراهنی اندازه است، برای هر خری آخر نمی‌بندند. نظیر مثلا خر چه داند قیمت قند و نبات، یا قدر لوزینه هر کجا داند. یا سگ آخر چه باشد که خوانش نهند، بفرمای تا استخوانش دهند، که سعدی استفاده کرده. گاوی که سزای کاه باشد، کنجه دهنش گناه باشد. احدی کرمانی استفاده کرده. یا مثلا حرمت گذاشتن به پیاز، پیاز آمد به غمزه و نان. یا مثلا برای یک شکم خرما خوردن کسی به جهرم نمی رود، برای یک شکم 2 منت نکشن، که مثلا رجوع میشه از برای یک شکم منت 2 کس نکشن. بر دوستان رفته چه افسوس میخوریم، ما خود مگر قرار اقامت نهاده ایم. اینو صاحب تبریزی استفاده کرده. شبیه مثلا شعر این: همه مسافر و این بس عجب که قافله‌ای، هر آن که زود به منزل رسیده میگریند، که عتیقی سمرقندی در شعرش استفاده کرده. یا مثلا بکش دجال خود مهدی خویشی. پوریای ولی اینو گفته که رجوع میشه نفس خود را بکش اگر مردی. بکشید و خوشگلم کنید. در مورد زنانی گویند که مشقت و رنج آرایش را به جان و دل میپذیرند تا جمیل و زیبا شوند. یا مثلا به خانه کسان کت خدایی مکن، یعنی رجوع بشه تو را چه کار به این و آن، نانت را بخور خرت را بران. به دست کسان مار باید گرفت که در قابوسنامه استفاده شده. رجوع میشه یعنی مار را به دست دیگران باید گرفت. خب بریم برای حروف الفبای بعدی که من خیلی فکر نمی کنم بتونم زیاد مانور بدم. حالا تا جایی که فرصت اجازه بده برای شما میخونم. خب حرف بعدی پ هستش. پا به اندازه گلیم باید دراز کرد. رجوع میشه یعنی پایت را به اندازه گلیمت دراز کن. یا مثلا پا جایی میرود که دل برود. پادشاهان از پی یک مصلحت 100 خون کنند، که انوری استفاده کرده. یا مثلا پای استدلالیان چنبین بود، پایان شب سیاه سپید است، که رجوع میشه از پی هر گریه آخر خنده است. یا مثلا پرسان پرسان میروند هندوستان. نظیرش اینه: پرسان پرسان به کعبه میتوان رفت، آدم از سراغ به عراق میرود. یا مثلا پرهیز کن از صحبت پیمان شکنان. نظیرش اینه: ای خاک بران سر که در او عهد و وفا نیست. یا مثلا پری با آدمی دمساز که شد. اینو نظامی استفاده کرده. یا مثلا پس از 30 سال چاربداری الاغ خود را نشناخته است، که رجوع میشه بعد از 40 سال چاربداری الاغ خود را نمیشناسد. یا مثلا پهلوان از پوست خربزه زمین میخورد. نظیر اینکه یک تب پهلوان را میخواباند. پهلوان زنده را عشق است. نظیر یار زنده به که شوی مرده. موش زنده به از گربه مرده. سگ زنده به که شیر مرده. بعدی ت هستش که من هم 1-2 تا دیگه از ت میخونم و دیگه از شما خداحافظی میکنم. تا بخت که را خواهد و میلش به که باشد. رجوع میشه یعنی که ببین تا چه بازی کند روزگار. تا بدانجا رسید دانش من، که بدانم همی که نادانم. منسوب به ابن سینا هستش. نظیرش هم اینه: تا شدم دانا یقین کردم که نادانم. امیر فیروزکوهی اینو استفاده کرده. یا مثلا تا بیایی ثابت کنی خر نیستی، 100 من بارت کردن. نظیره که تا می روی بگویی خر نیستم، از گوش تا 2 مد بارت کردن. یا مثلا تا پول داری رفیقتون قربان بند کیفتون، که عامیانه است. مثلا رجوع میشه به این که این دغل دوستان که میبینی مگسانن دور شیرینی. سعدی استفاده کرده اینو. یا مثلا ترشی نخورده زکام شدیم.
رجوع میشه به این که یعنی آش نخورده و دهان سوخته. یا مثلا تون میروی جانا ترسمت فرو مانی. رجوع میشه تون میروی فلانی ترسم به ره بمانی. یا مثلا تون میروی فلانی ترسم به ره بمانی. نظیر تون میروی فلانی ترسم به سر درآیی. تون میروی جانا ترسمت فرو مانی. اینو حافظ استفاده کرده. یا مثلا 4 نعل نتاز تا سکندری نخوری. یا هر آن که تند راند زود ماند. نظامی استفاده کرده. یا برفتد مرکبی که تند رود زود در سر رود هر آن که دود، که اینو مکتبی استفاده کرده. و آخرین چیزی که برای شما میخونم این که تو که پیش درآمدت این است پس درآمدت چه میتواند باشد. نظیر این که تو که اولینت این باشد آخرینت چه خواهد بود. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. اگه دوست داشتین این کتاب رو تهیه کنین، خالی از لطف نیست خوندنش. اینکه خیلی مثل ها رو میبینین در خیلی شعرها استفاده شده یا خیلی شعرها طبق مثل ها آورده شده. کتاب جالبی هستش، البته طولانیه ولی خب خالی از لطف نیست. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.